امروز لذت داره، امروز راحت میکنی، پولی به دردی میان میگن بعضی ها، اما در قیامت از گلود میگیره. بازار هیزم میفروخت، همون پولی هیزمش یک روزه نان میگرفت و به خانهش می آورد. تماما نادار بود، هیچ چیزی در خانهش نداشت. یا اینکه به یک لهجه بود دغلی گوییم انسانی بدبخت. از گناه های اون مردم در بالای این شخصیت بار میکردن تا اینکه حتی که حق مردم از بالاش خلاص میشود و خداوند حکم میکرده این شخصیت میبردن. ها در پشتش در راه وقتی به سوی خانه این شخص میآمد، در بین راه میگه از همون هیزم ها دستش دراز کرده یک خسکن. روزی گذشته که در قیامت یعنی ضرب و طرح از ثواب و گناه است. یعنی مفلس و بدبختی امتی من شخصیتی هست که امروز در دنیا خیانت زیاد کرده است. و تعبیر مولانا میگه مسلمان حقیقی شخصیتی است که مردم از زبان از دستش سلامت بمانند. دوستان عزیز، امروز هم باشد صحبت ما درباره جواب اون سوال هایی هست که برادرها فرستاده اند. ان شاء الله که به مدد و توفیق الهی ان شاء الله کمی هم باشد امروز جواب اون سوال ها را میگردانیم. خب برادر دیگری پرسیده آیا مفلس کدام شخص را گفته می شود؟ مفلس این لفظ عربی هست، مردم خودمان بیچاره می گویند، انسان مسکین، نادار، بیچاره، یا اینکه به یک لهجه با دغلی گوییم انسان بدبخت، یک انسانی که زندگی خوب نداره، حالت خوب نداره، این مفلس می گویند. و بعضی از روایت ها میگذرد که در زمان حضرت موسی علیه السلام شخصیتی بود و بسیار کمبغل و نادار بود. عادتی هر روزش از صحرا میرفت، میگه هیزم جمع میکرد، می آورد در بازار هیزم میفروخت، همون پولی هیزمش یک روزه نان میگرفت و به خانهش می آورد. تماما نادار بود، هیچ چیزی در خانهش نداشت. روزی میگه این هیزمش آورد فروخت در بازار آورد فروخت. بعد از آن میگه او شخصیتی که هیزمش خریده بود با سومی زیادتیش داد، گو همین هیزم ها را به خانه میبری، به خانه من، یعنی اجاره پولی که تا خانهش بردنم پولی زیادتیش داد، میبری. گفت این شخصیت میگه به گردن گرفت پولا، هیزم ها در پشتش در راه وقتی به سوی خانه این شخص میآمد، در بین راه میگه از همون هیزم ها دستش دراز کرده یک خسکن میگه و بین دنداناش پاکیزه کرد و خس در زمین انداخت. به خاطر همی که یک خسی او شخصیت گرفت دندان پاکیزه کرد در زمین انداخت، خداوند میگه 70 سال عذابش کرد. 70 سال پروردگار عذابش کرد. به چه خاطر؟ حق بنده من خیانت کرد. یک خس، برای یک خس خداوند میگه مؤاخذش کرد، سختگیریش کرد. به همین خاطر حق مردم در روز قیامت این بسیار گلوگی است. اگر خصم باشه امروز در نظر ما نمی نماید، ما در نظر میگه چه میگیم یک خص است، یک چیزی اندک است، اما در روز قیامت جوابش کلان است. 500 سال، یعنی 500 سال قیامت خداوند معن میکرده صاحب حق، میگفته اینها را اینجا بگذاره، اینها پرسیده میشوند، اینها باید جواب بگن. خداوند حقش میبخشیده اما حق بنده هاش نمیبخشیده. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روز به سوی اهل اصحاب خطاب کردند. اهل اصحاب پرسیدند، گفتند اتدرون ما المفلس؟ گفتند آیا شما میدونید که مفلس کی هست؟ اون بیچاره و کمبغلی که ما امروز میگیم. جناب پیغمبر از اهل اصحاب پرسیدند، گفتند آیا شما میدونید که بیچاره یعنی بدبخت کی هست؟ اهل اصحاب گفتند قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. گفتن مفلس یعنی انسان بیچاره در بین ما شخصیتی هست که دارندگی نداره، نه مال داره نه یعنی پول داره، دارندگی نداره، یک انسان کم بغل ناداره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن مفلس های امتی من، یعنی بیچاره ها و بدبخت های امتی من شخصیت هایی هستند که در روز قیامت به ثواب نماز، به ثواب روزه، به ثواب زکات به محضر پروردگار می روند. یعنی در صحرای قیامت عمل زیاد همراهش بردگی هستند. نماز خواندن در دنیا، روزه گرفتن در دنیا، زکاتشون ادا کردن در دنیا، اما کمبودی داشتن،
کمبودیش این بود که در حق بعض انسانها خیانت کردن، حق بعض شخصیت ها را خوردن، بعضی ها را ضرب و لت کردن، آزار دادن، بعضی شخصیت ها را دشنام دادن. وقتی که یعنی در دنیا از بس زیاد از هر جانب خیانت کردن، هم دشنام دادن، هم حق خوردن، هم ضرب کردن، زدن، هم دشنام دادن، این دعواگرها در محضر پروردگار در نزد خداوند حاضر می شوند. حاضر می شوند، این ثوابهای نماز و روزه و حج زکات اونها تقسیم می کنند. گفتیم روز گذشته هم که در قیامت یعنی ضرب و طرح از ثواب و گناه است. ثواب ها را تقسیم می کنند، ثواب نمازش بود می شود، ثواب روزش بود می شود، ثواب یعنی زکاتش بود می شود. باز حق مردم در بالای این شخصیت ماندگی هست، حق مردم ادا نشده است. بعد از اون خداوند امر میکرده است از گناه های اون مردم در بالای این شخصیت بار میکردن، به اندازه حقی که داشت از گناه های اون مردم در بالای این شخصیت بار میکردن، تا اینکه حتی که حق مردم از بالاش خلاص میشود و خداوند حکم میکرده این شخصیت میبردن در درون دوزخ میانداختن. گفته است از پیغمبر بزرگوار گفتن که یعنی مفلس و بدبختی امتی من شخصیتی هست که امروز در دنیا خیانت زیاد کرده است و تعبیر مولانا میگه حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. امروز لذت داره، امروز راحت میکنی، پولی به دردی میان میگن بعضی ها، اما در قیامت از گلود میگیره، در قیامت خیلی سختگیر است. یعنی مفلس، بیچاره و بدبخت، کم بغل و نادار از امت اسلام شخصیتی بود است که امروز حق مردم خیانت میکرد، حق مردم آزار میداد. برادر عزیز بزرگوار، خودتون نگاه کنید از مردم آزاری، زبانها را نگاه بداری. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بهترین مسلمان کیه، کدام شخصیت است؟ جناب پیغمبر گفتن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن مسلمان حقیقی شخصیتی است که مردم از زبان از دستش سلامت بمانند، با زبانش مردم آزار نتیه، با دستش مردم آزار نتیه، یعنی که فایده بخشنده باشه. روایت دیگر در جناب پیغمبر میگه خیر الناس من ینفع الناس، میگه بهترین مردم شخصیتی است که فایده رسان مردم باشه، نیکوکار در مردم، در جامعه، در خلق خدا خدمتگار باشه. و این خاطر ما حرکت کنیم که این عملهایی که میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، زکات میدهیم، به سبب حق مردم اینها رو بیکار نکنیم. نشه با صحرای قیامت برویم، یعنی با کوه ثواب و با ثواب نماز و روزه و حج زکات در روز قیامت دست خالی بمانیم. از جمله پناه به خدا که از جمله مفلسان نگردیم. مفلس برادر عزیز گفتیم شخصیتی که یعنی که بیچاره و کم بغل و نادار است. خب پروردگار بزرگوار برای جمعیت ما بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. برادر از امروز داخل شدن گفتن یعنی خسرشون پدر بزرگوارشون بندگی کردن، پروردگار این قبلگاه رحمت و مغفرت بگردان، قبرش پر نور، روحش جاش جنت بگردان. یک مادر را امروز از دنیا گذشته بودن، پروردگار و شخصیتم غریق رحمت شایسته جنت بگردان. یک برادر در زندان بودن، پروردگار برای برادر یعنی آزادی همیشگی را هم در دنیا هم در آخرت نصیب بفرما. پروردگار تمام زندانی های ما را آزادی نصیب بگردان، به فرزندان فرزند صالح عطا بفرما، محبوسا و زندانیان را آزادی نصیب بگردان، زنها و مادرها را پروردگار را در پرده حیای خودت مستور بگردان، مسافرها و مهاجرها را پروردگار بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما، در کسب کار حلالشون برکت ها عطا بفرما. پروردگار بار الله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام خار و زبون نیست نابود بگردان، حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو مراد و مقصد داشته باشن، به مراد و مقصد برسان. پروردگار خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.